سلام به همه همراهای باحال رازنامه. خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از کانال خودتون، جایی که پرده از زندگی آدمایی برمی‌داریم که تاریخ رو با تصمیم‌هاشون لرزوندن. اگه عاشق داستان‌های واقعی، اسرار پادشاهان و سرنوشت کسایی هستی که اسمشون هنوز بعد از هزاران سال زمزمه میشه، پس جایی رو اشتباه نیومدی. حالا یه سوال سنگین دارم ازت. اگه بهت بگن یه پادشاه وجود داشته که هم فاتح بوده، هم عادل، هم شمشیر به دست گرفته، هم آزادی به مردم بخشیده، باورت میشه یا فکر میکنی افسانه است؟ امشب تو رازنامه میخوایم بریم سراغ مردی که تاریخ با احترام ازش یاد میکنه، پادشاهی که حتی دشمناش هم تحسینش میکردن، و اون مردیه که هممون میشناسیمش، کوروش کبیر. روایت ما با پسری شروع میشه که در کوههای پارس به دنیا آمد. سرنوشتی براش رقم خورد که حتی خودش هم شاید باورش نداشت. پیشگویی‌ها گفته بودن اون یه روز امپراتوری بزرگی میسازه، امپراتوری که از شرق تا قلب اروپا کشیده میشه. و همین پیشگویی باعث شد از همون کودکی زندگیش به خطر بیفته. اما کوروش فقط یه جنگجو نبود. اون پادشاهی بود که وقت فتح بابل، یکی از بزرگترین شهرهای در اون زمان، به مردمش آزادی داد. خدایانشون را از بین نبرد و نوشت تا روزی که زنده‌ام هیچ کس نباید به خاطر باورش شکنجه یا تحقیر بشه. آره، همون چیزی که دنیا بعدا بهش گفت نخستین منشور حقوق بشر. کوروش ثابت کرد قدرت واقعی فقط از شمشیر نمیاد، از عدالت، خرد و انسانیت میاد. شاید به همین دلیله که هنوز بعد از هزاران سال اسمش با عظمت برده میشه. و حالا یه سوال دیگه، چی باعث شد کوروش کبیر اینقدر متفاوت بشه؟ خون شاهانش، یا تصمیمایی که گرفت، یا اینکه اون فقط یه انسان معمولی بود که ایمان داشت دنیا میتونه جای بهتری بشه؟ اگه میخوای بدونی چه ماجراهایی پشت صعود کوروش به قدرت بود، چطور دشمناشو شکست داد و چطور به نماد عدالت در تاریخ تبدیل شد، حتما کانال رازنامه رو سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن و ویدیو رو لایک کن، چون ادامه قرار وارد قلب امپراتوری هخامنشی بشیم، جایی که افسانه واقعی شروع میشه. سالها بعد از اون دوران، کوروش با شجاعت و زیرکی بی‌نظیرش تونست قبایل پارس رو متحد کنه، کاری که قبل از اون هیچ کس نتونسته بود انجام بده. دشمناش از مادها تا لیدیه و بابل یه پدیده جدید رو به چشم خودشون دیدن، امپراتوری پارس. کوروش با ارتشی منظم اما انسانی جنگ‌هایش رو طوری پیش می‌برد که حتی ملت‌های شکست خورده آرزو داشتن زیر فرمانش زندگی کنن. حتی وقتی آستیاک پدر بزرگ مادیش در برابرش شکست خورد، کوروش به جای انتقام اون رو بخشید. و این نقطه‌ای بود که تاریخ یک خط تازه کشید، مرزی بین پادشاه‌های خونریز و فرمانروایی عادلانه. بابل فتح شد، طلاها و گنجینه‌ها تقسیم شدند، ولی نه برای خودش، برای مردم. در دروازه‌های بابل صدها نفر با اشک و خوشحالی ازش استقبال کردند. کوروش برای اونها نه یک فاتح بلکه یک ناجی بود. حالا یه سوال دارم ازت، وقتی قدرت دنیا رو در دستانت داری چطور میتونی انسان بمونی؟ جواب این سوال فقط یه نفر بلد بود و اون یه نفر فقط کوروش کبیر بود. ادامه این روایت نه درباره فتوحات بلکه درباره روح و نگاهی که باعث شد اسمش تا به امروز زنده بمونه. بعد از سالها نبرد و صلح، کوروش تصمیم گرفت امپراتوریش رو بر پایه قانون بسازه، نه ترس. اون منشور خودش رو روی لوحی از گل نوشت، چیزی که بعداً دنیا اون رو به عنوان اولین منشور حقوق بشر شناخت. توش نوشته بود هر انسانی حق داره آزاد باشه، دین خودش رو داشته باشه و بدون ظلم زندگی کنه. هزاران سال قبل از اینکه کسی حتی واژه حقوق بشر رو بشناسه. کوروش با همون آرامش و وقاری که پادشاهیش را ساخته بود از دنیا رفت. درباره محل دفنش روایت‌های زیادی داره، اما آرامگاهش در پاسارگاد هنوز مثل قلبی ساکت اما زنده در دل ایران میتپه. حالا یه سوال برای تو شنونده رازنامه، چی باعث میشه اسم بعضیا هرگز فراموش نشه؟ شمشیرشونه یا روحشونه؟ تاجشونه یا اندیشه‌شونه؟ شاید جواب تو داستان کوروش پیدا بشه، پادشاهی که ثابت کرد انسانیت قوی‌تر از هر امپراتوریه. اگه از این سری زندگی نامه کوروش کبیر خوشت اومده، یادت نره کانال رازنامه رو سابسکرایب کنی و با لایک هات بهمون انرژی بدی برای قسمت بعدی، چون هنوز کلی راز ناگفته از تاریخ مونده. تا قسمت بعد، بدرود رازجوهای تاریخ.